استاد گرامی مطالب سارا مصطفی و سخنرانی را شایع کردنش. تقسیمات پروگرام قرار ذیل است. دکتر صاحب محمد داود نسیمی صحبت میکنند قبل از نماز عصر. بعد از نماز عصر برادر تمیم صدیقی صحبت میکنند. باز نماز مغرب هست. ببخشید بعد از نماز مغرب دکتر صاحب ارشاد هم صحبت میکنند. بعد از نماز مغرب دکتر بلال با خود داریم. البته بعد از نماز مغرب ورکشاپ هست. در مسجد بزرگ ورکشاپ انگلیسی هست که به زبان انگلیسی ورکشاپ برقرار میشه و در مسجد خرد ورکشاپ هست برای بزرگسالان، برای کسایی که انگلیسی نمیفهمند و از انگلیسی استفاده کردن نمیتونن. در ورکشاپی که در مسجد خرد گرفته میشه دکتر صاحب ارشاد و دکتر صاحب محمد داود نسیمی انشاءالله که در اونجا می باشن. و بعد از نماز عشاء باز دکتر بلال با خود داریم و شیخ مصطفی خان که اینا هم به زبان انگلیسی صحبت میکنند. در این قسمت پروگرام از مهمان بسیار عزیز و محترم ما که از راه دور، از فاصله‌های دور تشریف آوردن خاص به خاطر کنفرانس و دعوتی که ازشان کرده بودیم، دکتر صاحب محمد داود نسیمی هم در علم معاد و هم در علم معاش ماشاءالله که وارد هستند، انجینیر هستند ایشان و نه تنها تحصیلات انجینری خود کسب کردن بلکه در بخش انجینری هم تجربه کافی دارند و در اون بخش هم کار کردن. در لسان انگلیسی، عربی، فارسی فصیح، روشن، واضح صحبت میکنند، وارد هستند و معاون شورای مساجد در امریکا هستند و بودن قبلا البته که مدت 7 سال در اونجا افتخار خدمت داشتند و همچنان در پروگرام‌های تلویزیونی هم اینا نقش فعالی دارند. 2 برنامه تلویزیونی که هر هفته یکی از تلویزیون پیام افغان و دیگرش از ایمان تیوی پخش میشه راجع به مسائل مختلف. همچنان دکتر صاحب در امورات مختلف فرهنگی، اسلامی و موضوعات مختلف مشاور خوب، ناصح بسیار خوب در امریکا فعالیت‌های بسیار زیاد داشته در بخش مشکلات جوانان و مشکلات والدین نسبت به اطفالشان و مسائل خانوادگی همیشه در خدمت همکارای ما بودن. خداوند متعال برایشان هر دو دنیا را نصیب بکنه ان شاء الله که این را در حسناتشان حساب کنه. زیادتر وقت شما را نمیگیرم. عنوانی را که دکتر صاحب انتخاب کرده در جستجوی اولاد صالح، مشکلات و طرق حل. انشاءالله از دکتر صاحب دعوت میکنیم که صحبت‌های خود آغاز کنیم. دکتر صاحب تشریف